تغییرات در نرخ نقره با بالا رفتن نرخ طلا. اینی لاکتک است که ساخت دستی باشه و سنگاش هم معدنی است. هر سنگ کار شده یک ظرافت خاص داره. 4 منزل است، از 4 نگین یا سنگ مختلف در کار شده که لاجورد خود وطن ما شما می باشه که درش کار شده و ظرافت که ساخت دست می باشه یا کلش. بسیار یک سیتک مقبول عالی که کلا ساخت دستش تمام. بله کلش ساخت دست است. فرض کنید این سیتک است یا تایلندی است. ایسا یک ظرافت خاص کار شده، یک حساب گرامکی است که جوری از این آدمی دکانم نیست. بله بسیار مقبول است. گفته خودت شاهی گفتم میشه. دو گوشوار است که یک لاکتک. سیتکای ما خفه‌بند میگن، بسیار مشتری خوش میکنن. یک سیتک بسیار اما تو ظریف و خوبش است. رنگ‌های مختلف حقیق در اینجا است. با رنگ سرخ است، رنگ نارنجی، لیمویی، سیاه، رنگ زمردی و همچنان رنگ سفید. این لاجورد از خود وطن ما شماست و رکابش هم در خود وطن جوش ساخت وطن است. باز قیمت‌های از یک ذره نسبت به دگاه ارزان آمد. این نشان به حساب پیشتر سیچه که نشان دادیم شیر شکر است. بله بله. حساب رنگ او کش طلا شده. بعضا زیادتر خوش میکنه مشتریای ما. یعنی مکمل همین دستبند با این نگینای بزرگی که داره 12 صدف کنید. بله. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی است. تغییرات در نرخ نقره با بالا رفتن نرخ طلا. سلام وطندارای عزیزم، انشالله که خوب صحتمند و سرحال باشین و مثل همیشه چینل خودتان پنجره افغانستان با مش و مسومی بیننده هستین. آرزو میکنم که این برنامه طبق ذوق و سلیقه شما باشه، چون نظر به خواست شما خانمای عزیز و هموطنای ما که تقاضا کرده بودن تا برشان از نقره برنامه داشته باشیم. امروز آمدیم به یکی از نقره فروشی های گلبهار سنتر که البته هم دیزاین های خارجی دارن از کشورهای مختلف و هم دیزاین های وطنی دارن. یکی نرخ نقره با نرخ طلا همخوانی داره و یا هم که تاثیرات بالاش داره یا نه خیر، بیننده برنامه باشین، ما را همراهی کنین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. وطندارای نازنینم، قسمی که براتون گفتم اومدیم به نقره فروشی در شهر کابل گلبهار سنتر و مسئول نقره فروشی با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر. خوب هستید؟ خوب بخیر. ان شاء الله صحتمند. شکر بخیر باشید. زنده باشین. میشه که خودتون معرفی کنید؟ اسم میلاد، یک تن از فروشنده‌های نقره گلبهار سنتر. بسیار زیاد خوشحال شدیم میلاد جان عزیز. چطور از خرید فروش نقره در این شب روز؟ خوب است، نسبتا خوب شده از سابق کرده، چون مردم رو به نقره آوردن و روز به روز داره افزایش است، چون خریدارا زیاد شده میرن و دیزاین های مختلف آمده میره. دیزاین وطنی هم است، از حساب دیزاین خارجی هم، تایلندی، ترکی و بعض دیزاین های دیگه است. بسیار عالی است. فکر کنم هموطنای ما که خارج از کشور هستن بیشتر به نقره علاقه دارن. بله، اکثریت زیاد از خارج کشور که میان رویش طرف نقره زیاد است، چون خوششان میپوشند و کم کم در بین مردم هم زیاد شده، چون دختر خانما و خانما زیاد علاقه پیدا کردن. بسیار عالی. دوستای عزیز، چند روز قبل برنامه داشتیم، شما بیننده بودین از نرخ طلا که بعد از سقوطش یک کم بالا رفته، یک کم نه که یک ذره خوب سعی بالا رفته و قسمی که من معلومات دریافت کردم نقره هم تو در شب روز یک کم نرخش بالا رفته. بله، نسبتا بالا شده و امکان داره بالا شده هم بره، دیگه هم بالا چون شده تقاضای مردم زیاد است در جهان، خصوصا در افغانستان هم روز به روز بالا شده میره. بسیار خوب. نرخ دلار و طلا بالای نقره تاثیر داره یا خیر؟ بله، یک چیز واضح است، چون در هر کشور که است نرخ دلار از روی پولش سنجش میشه و نرخ دلار فعلا یک ذره خوب است. زیاد اگر مثلا دلار بلند بره دیگه هم نرخ بالا میره، اما فعلا دلار تا جای خوب است، داون است، از اون خاطر نرخ هم قضیه تغییر نامده. مطمئنا اگر دلار هم بالا بره طلا هم بالا باشه، قیمت نقره هم خوب سعی دیگه بالا یک چیز واضح صاحب بلند میشه. بسیار خوب. وطندارای عزیزم بیننده باشین، دیزاین های مختلف دارن، انگشتر، دستبند، وطنی، خارجی، ایتالیایی، ترکی، تمامش است. در مورد تمامش صحبت میکنیم، براتون معلومات میدیم، ما رو همراهی کنیم. خب وطندارای نازنینم،
در این بخش برنامه میخوایم ابتدا براتون سیتا رو معرفی کنیم. البته نام خدا دکان خوب فریمان سیتا زیاد است. از این سیتای وطنی میخوایم آغاز کنیم که اینا دیگه ارزششون بالاتر هم است و کار دست هم هستن. میلاد جان درباره این سیت برام معلومات بده، نگینایش چی است و چقدر وزن داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این سیت که ساخت دست است و دیگه مدنی می باشه و این عددی فروخته میشه. این اکثر خارجا که میان خوش میکنن چون سنگای مدنی است و زیبایی خاص و ساخت دست هم می باشه که خود کارخانه خود کشور ما شما را جور میکنن. سر زحمت زیاد میکشن به اون اندازه در قیمتشون بالاست و مردم خوش میکنن. خصوصا امی هموطنای ما که مسافر هستن زیاد چیز دوست دارن چون نماینگر فرهنگ کشور ما هم است و از اقتصاد کشور هم بسیار خوب یک افتخار است. بله. اینا وزن میشن یا عددی فروخته؟ نه عددی فروخته میشه، نظر به مشتری است. بعضی مشتری‌ها که میان باز خوششون که به چون شوقشون است باز میگیرن، مشکل نداره. قیمت مشخص خو نداره، نظر به ارزشش است دیگه. نظر به ارزشش خو زیاف است چون سنگ مدنی است. با نظر به مشتری است $200 10,000 افغانی 8,000 افغانی بای میکنیم میگیرنش. بسیار عالی، بسیار مقبول. اینا را فرمایشی هم جور میکنید؟ بله، کسی که بخواد فرمایشی دیزاینی که بخواد برای جور میکنیم، کارگرها جور میکنن. بسیار خوب. دیگه کدام سیتاست که همه قسم ساخت دست باشه، ارزش بیشتر داشته باشه برام نشان بدین؟ نشان میدیم. بله. چون بیشتر هموطنای ما این سیتا رو زیاد دوست دارن. این لاکتک است که ساخت دست باشه و سنگاش مدنی است. هر سنگ کار شده، یک ظرافت خاص داره. بله. و خودتون میبینین که بسیار چیز انتیک است. چندین سنگ مختلف درش کار شده. دوستان میبینید تقریبا 4 منزل است. از 4 نگین یا سنگ مختلف درش کار شده. رنگ مختلف هم داره. اینا طلا هستن؟ طلا نیست، باز نقره سوی کش طلا کرده میشه به حساب دیزاینش. هر کسی بخواد نقره‌ای رنگ نقره هم میشه و ما روی کش طلای شوخی و جورش کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. من مطمئن هستم این لاکتا فقط به شما است. بله، بله، خاص هستن. بسیار عالی. اینا قیمتاش تا چند بیان میکنین؟ یا 8,000 7,000 میشه. بسیار عالی. و دیگه کدام؟ و دیگه این استکای لاجورد است که لاجورد خود وطن ما شما می باشه که درش کار شده و ظرافت که ساخت دست می باشه یا کلش. لاجورد دیگه خانم‌ها بسیار علاقه هستن، زیاد دوست دارن چون از خود کشور ما شما می باشه. کشور ما است و لاجورد افغانستان در کل دنیا نام داره چون بسیار یک سنگ زیبا و مقبول است. رنگ بسیار عالی داره. بله، رنگش هم خوبه. دوستای عزیز می‌بینید بسیار یک سیتک مقبول عالی که کلاً ساخت دست است تمام؟ بله، کلش ساخت دست است. بسیار عالی است. خیلی مقبول. اینا باز چه رقم نظر به نگینش نه یا مددی است به حساب نظر به مشتری است 7,000 8,000 تا 9,000 بای میکنیم. باز بعضی مشتری نظر دیده که مشتری اگه چی باشه مشکل نداره، فایده کمتر، فقط کار مشتری هم شد کار ما. خداوند شما رو خیر بده. خوب است بعضی دکاندارا هستن که بازم این نام سنگ وطن شود دیگه بی قیمت بالا میبرن. نه باز ظلم هم خدا نافریده. بسیار عالی است، واقعا عالی. و اگر هموطنای ما خارج از کشور آنلاین بخواین براتون سفارش بدن بهشون ارسال هم میکنین؟ بله، بعضی کشورها ارسال میکنیم. حال شکر خوب است در کشور ما شما سیستم هست میشه که روان کنیم بر کشور که بخواید ارسال بشه. بسیار خوب، بسیار عالی. دوستان یا مسیت لاجورد همراه انگشتر گوشواره و سیت مکمل که هم محفلی میتونین استفادهش کنین هم بعضی جای رسمیت میتونین استفاده کنین. دیگه کدام سیت است میلاد جان؟ دیگه استکای تایلندی است و یا او رو کنیم. مهربانی بر دوستانشان بدین. فرض کنید این سیتک است یا تایلندی است. ایسا یک ظرافت خاص کار شده، یک حساب گرامکی است. به حساب گرام بله. وزن میشه. واقعا اینا هم ظرافت خود دارن، زیبا هستن. نگینه از یا زرکان است؟ بله، زرکان است، فیروزه است. امروز کار شده. از ببینیم این انگشترش است. امی نگین زرکان هم گرچه نگین لابراتوری است ولی زیبایی درخشش بسیار زیاد. بله، حساب لایت سرش که میاد چی یک روشنی خاص داره. بله، بسیار مقبول. این سیتایی که گفتین ایتالیایی است؟ تایلندی است. بسیار خوب. اینا باز قیمتایشان چطور؟ یا وزن میشه گرام 230 افغانی است فعلا خود نقره قیمت شده و چند وقت پیش گرام 180 افغانی 190 این فروش ما بود. و امروز یک ذره بلند شد نرخ شاید 230 220 ما مشتری ها میتونیم بفروشیم. اگر تخمینی بگین شاید چقدر باشه وزن؟ این حدود 50 55 گرم چیزی کم 13000 14000 شاید شود. ماشاءالله.
در نظر آدم قدر نمیاد نقره ولی نام خدا قیمتش بالا رفته. بله کم وزنایش هم هست. نه نظر به مشتری است کسی که بخواد مثلا بعضی 14 15000 توان ندارن میتونیم قیمت کمتر تا 3000 4000 افغانی هم سیتا هست. بسیار عالی. اگر دمی دیزاینای تایلندی که شما گفتین هموطنای ما بخواین که نگین قیمتی داشت استفاده شوه نگینای وطن مشکل نداره؟ بله برش جور میکنیم. بعضی مثلا چند وقت پیش یک مشتری ما اومد یک سیتا خوش کردن گفت دایی به ما نگین پر تو زمرد برش زمرد گرفتیم و خدا وطن پنشیر برش کار کردیم یک ذره قیمتش بالا میره اما چیزی میاد که بساب شوق مشتری گفت گرفتنش مشکل نداره. دیگه نظر به سلیقه خودشون است. کسایی که دوست داشته باشن نقص قیمتشون نمیشه. بله دیگه شوق است دیگه شوق انسان باشه مشکل نیست. بسیار عالی. وطندارای عزیز بیننده باشین ان شاء الله جنسازیات است براتون معرفی میکنیم. وطندارای عزیز در این قسمت میخوایم براتون یک سیت کاملا متفاوت و خاص معرفی کنم که جوری ازیت آدمی دکانم نیست. بله بسیار مقبول است. ما وقتی که داخل دکان شدیم توجه میسید به خود جلب کرده چون هم یک چیز متفاوت است و هم یک طرح به اصطلاح شاهی و سلطنتی داره. بله بسیار مقبول است. درباره بر ما معلومات میتین؟ این سیت تایلندی است که اگر بگویم در این بسته کابل نخود یافت شود یک تا خاص به یکی آورده بودیم پیش. بسیار خوب. این مانده بسیار سیت ظریف است و فرمایشی است. بله یک سیتک است به حساب گفته خودت شاهی گفته میشه. دو گوشوار است که یک لاکتک. بسیار عالی. نیم سیت گفته میشه. بله دستبند نداره فقط گوشوار هم لاکت داره. بسیار خوب. دوستان میبینید نگینایش 4 طرفشون و یک نگین کلان در قسمت کار شده. نگینایش زرکان است. بله زرکان است. بعض نگینای دیگه هم که داش کار شده. چیزا که بسیار ناب خاص می باشه. این قیمتش هم ناب خاص شاید باشه. بله قیمتش هم چون وزن نیست یک ذره قیمتش هم بالاست. چقدر است وزنش؟ در حدود 14000 می. وزنش هم 60 گرم 65 گرم شاید به. بسیار عالی بسیار عالی. واقعا مقبول است. من مطمئن هستم خانم‌های عزیزی که این برنامه را می‌بینن حتما فردای برنامه میاین پیشتان به خاطر این سیت چون بسیار یک سیت مقبول و متفاوت است. و اگر دیگه فرمایش بگیرید می دیزاین آماده میسازین؟ بله میشه منتها وقتگیر است. زود نمیشه چون در خود افغانستان ساخته نمیشه. این باید ما بخوایم از تایلند یک ذره وقتگیر است باز برای مشتری ما چرا نیست؟ ان شاء الله حوصله میکنم. بله خب عزیزا بیننده باشین. بعد از این سیت براتون سیت های دیگر رو معرفی میکنیم. خفه بند است، نیم سیتا است، سیت های ظریف است، انگشتر و دستبند ما رو همراهی کنیم. میلاد جان درباره این سیتا بر ما معلومات بدین که اگه اشتباه نکنم خفه بند میگن. بله سیتاکای ما خفه بند میگن. بسیار مشتری خوش میکنن. یک سیتا که بسیار اما تو ظریف و خوبش است. بعد چند دیزاین است و بعد نگینایش مثلا زمرد هم است، یاقوت هم است و فیروزه هم از در این کار شدن. در تصویر شما میبینید بسیار یک دیزاین کم تو خاص داره. واقعا بسیار دیزاین مقبول داره دوستا. بیشتر دیگه اینا رو محفلی استفاده میکنن. بله محفلی و بعضا به جای رفتن گپ هم مشکل نداره. بله گوشوارایش هم از دوستا و هم از انگشترشون رنگ بسیار مقبول داره هر دویش. زمردی یا قوطی و دیگر رنگایش هم هست. بله دیگر رنگایش هم هستن. بسیار عالی مقبول. اینا ساخت کجا هستن؟ یا ساخت تایلند است اینا. بله بیشتر فکر کنم همین ساختا تمامش تایلندی است. ساخت تایلند که تا سفید کار میه و ساخت ترکیه که سیاهی دار میه. در سیاهی کار میده باشه و نشان میتیم به شما بعض دیزاین‌های ترکی رو نشان میتیم و تایلندی مروج است و دیزاین‌های بسیار خوبه. و ترکی را ما خواستیم اگه ترکی باشه که میشه بر دوستان نشان بدیم. بله تا میکنیم که قسمت که گفتن تایلندی به رنگ سفیدتر میاد. مثل این یک سیتا که ما ترکیس میبینید که سیاهیش کار شده اما دیزاینش که سیاهی کار شده. بعضی مشتری‌ها میگن دیزاین سیاهی دار خوش می‌دارن بعضی سفیده. این یا ترکی است حساب ریدیم سیاه کار شده. با زنجیرها هم داریم. زنجیر مثلا ترکی هم است و تایلندی سفید است و ترکی سیاهی دار ریدیم سیاه شده. ما نشان میدیم به شما زنجیرم. نظر به موسیقی بله واقعا سیتا کم بسیار مقبول است. سیتا که دیگه است یا هم ترکی است می‌بینید دیزاینش سیاهی کار شده کدش دیزاین خاص است. این دیگه نظر به نقرهش نیست. نقره همون نقره است فقط. نقره 925 مارک کلش یک چیز میشه فقط دیزاین فرق میکنه. دیزاین و فرمایش کشورها در اون تغییرات میگذارن. بسیار خوب. باز بیشتر هموطنان ما کدام خوش میکنن؟ ساخت ترکیه را یا ساخت تایلند؟ والا اردوش خوش میکنن. خود ساخت ترکیه را به خاطر خوش میکنن که چیزای بسیار ظریف کار شده
مثلا تایلندی ما سیت بسته است که رنگ وزن است، بله، اما بله. ترکی که است سبکتر میاد، بله. وزنش کمتر میاد. و قدر نگین هم زیاد اشکال بله. نمیشه. بسیار خوب. قیمت های زیاد بر ما بگوین. قیمت ها 35,000 4,000 افغانی میاد. 35,000 بله. و 4,000 افغانی. این هم به وزن میشه. بله وزن میشه کلش مکمل. بسیار خوب. و این سیتا هم دوستان میبینین بیشتر سیتایی که ساخت ترکی است من میبینم تمامش تو طرح کلاسیک داره. بله بله. بسیار مقبول است. این سیتکش است دوستان، گوشوارایش است و همچنان انگشترش. یا هم قیمت میاد دیگه. بله وزن میشه 1-2 گرم فرق میکنه و مشکل نظر وزن. بله بسیار خوب، بسیار عالی. دیگه کدام سیتاس بر ما میشه نشان بدین بینندان ببینن؟ دیگه سیتایی که یک ذره برند باشه، دختر خانم‌ها در این وقتا برند زیاد خوش میکنن. بله. برندهای وان کلیفت و ایگا پاک است. بله سیتکای وان کلیفت هم داریم، باش براتون بیاریم. بله. بیشتر دختر خانم‌های عزیز در این وقتا زیاد تقاضا میکنن. این سیتکای وان کلیفت است، اینیش که از روی کش طلا کرده میشه، رنگش زرد شده و اونش که از روی خود نقره ساده. بعضا خوش میکنن فعلا روی کش طلا را، یک نمود خاص داره. سیتکای وان کلیفت میگن یاره. بسیار مقبول. این دیگه خودش نقره است، فقط یک روی کش طلا. بله بله. رنگش باز نمیره؟ نه نه نه. بسیار بسیار واقعا مقبول است. این سیتک ما هم که از سیتک مقبول است، نقره است، روی کش طلا شده. بسیار عالی. یک دیزاینر است که بسیار خاص می باشه. دیزاینای شیرشکر در طلا. بله بله. به شکل نقرهش کار کردیم. بسیار عالی است. دوستان می‌بینید سیتای برند وان کلیفت، دختر خانم‌ها بسیاری چیزا را دوست دارن. در این وقتا به اصطلاح هم ترند هم شده. بله. بسیار در اینستاگرام و تیک تاک گپا کش کردن. قیمت‌های زیاد چند است؟ یا وزنش در حدود 2,500 3,000 میاد. 2,500 3,000. بسیار خوب. و این که روکش طلا داره، این شاید یک چیز بالاتر باشه. نه نظر به وزن چقدر فرقش نمیاد، حساب پیسهش حساب وزنش مشتری باز خیره یا هم دم قیمت نقره حسابش میکنیم مشکل نداره. بسیار عالی، بسیار مقبول. تقریبا میخوام مثل طلا معلوم میشه. بله دیگه خوری کش طلا شده دیگه. بسیار عالی است. و این سیتک دیگه وزنش شاید زیادتر باشه. یک کمک وزن نیست یا هم در حدود 8,000 7,500 شاید بیاد. بسیار مقبول است. کسایی که حالا طلا قیمت شده توانش ندارن میتونن از این استفاده کنن. با اون خاطر یک سیستم جور کردیم روی کش طلا کردیم میشه بعضا چون هم رنگش نمیرم طلا دیگه. دیگه طلا گفته میشه. بسیار مقبول. چقدر میای وزن زیاد؟ وزن شاید حدود 30 گرم به 6,5 7,000 لاشه وزن. بسیار خوب، بسیار خوب. دوستای عزیز بیننده باشین، برنامه ادامه داره. عزیزان در این بخش براتون انگشتر معرفی میکنیم. البته ساخت‌های مختلف از کشورهای مختلف است. در ابتدا از ساخت وطن آغاز میکنیم که انگشترهای ساخت وطن بسیار طرفدار خاص خود دارن. اینا نگیناش کجایی است میلاد جان؟ نگیناش ایرانی عراقی می باشه چون حقیقت از این طرفا میه و خود رکاباش در خود افغانستان جور شده. کارخانه خود کشور ما شما جور میکنه به ظرافت بسیار خاص و روز به روز چیزای خوبش به بازار عرضه میدن. بسیار عالی. اینا حقیقت هستن و اینا فکر کنم فیروزه بله هستن. اینا فیروزه هستن یا حقیقت است اونها هم سه تا لاجورد. لاجورد است. بسیار خوب. دوستا ببینید این انگشترها را بسیار اما زیبایی خاص خود دارن. درباره حقیق شنیدیم میگن سوچه می باشه. بله اما سوچه است که مردم زیادتر خوش میکنن طرفدارش هستن. بله. اینا وزنش چقدر میاد؟ یا عددکی فروخته میشه. عددکی فروخته میشه. نظر به وزن نیست. بله. بسیار خوب. چقدر قیمت از این شاید به؟ 5,500 افغانی 4,000 از 3,500 شروع تا 12,000. بسیار عالی. بله دوستا قیمتاشون دیگه فرق میکنه نظر به مو نگینشان رنگشان و بله نظر به نگین رنگ و بسیار عالی. نقره از تمامش 925 است؟ بله نقره است کلش وطن ساخت وطن. بسیار خوب. ناگفتن همونه دوستا میبینید رنگ‌های مختلف حقیق در اینجا است.
به رنگ سرخ است، رنگ نارنجی، لیمویی، سیاه، رنگ زمردی و همچنان رنگ سفید. فکر کنم این رنگ یک ذره کمیاب باشه. بله او یک ذره کمیاب است رنگش. چون در بین تمام انگشترها یک دانه است. بله یک سه دو تا دیگه بود و فروخته شد. فروخته شد. بسیار خوب. اینا تمامش رکابشون در کشور ما بله میشه؟ بله. واقعا عالی است. و چی ظرافت و زیبایی دوستان می‌بینید؟ قیمت از چند میه؟ قیمت از 7000 افغانی. 7000 بله. ماشاءالله. بسیار خوب. و فیروزه که البته مو موضوعی که درباره عقیق است که میگن بله. عقیق سوچه است، فیروزه هم میگن بله. سوچه است و فیروزه رو بسیار خوش میکنن آقایان و در این وقتا خانم‌ها هم خوش میکنن. بله در انگشترهای خانمان بیشتر بشن فیروزه. بله بله. اینا عددی فروخته میشن. بله عددی است. بسیار خوب بسیار عالی. چند می قیمت انگشترهای نقره از چند تا چند؟ فیروزه هم نظر به فیروزه است. تو فیروزه است تا حدود 30000 40000 هم است و اینا متوسط است یا فیروزه نو می باشه در حدود 6000 6500 7000 می. بسیار خوب. و فکر کنم هر قدر که کنه شه قیمتش بالاتر بله میره. بله بعض یک دانه فیروزه دیگه هم پیش ما بود که تا حدود 85000 پول فروختیم. بسیار کهنه قدیمی بود. بسیار عالی. یا دیگه مکمل نو هستن. بله نو هستن دیگه نه دست شه باز معلوم میشه. بسیار خوب. و لاجورد قبلا دوستا براتون سیتان معرفی کردیم یا از نگین لاجورد در انگشتر مردانه. درباره ازی برای ما بگین؟ این لاجورد از خود وطن ما و شماست و رکابش هم در خود وطن جوش ساخت وطن است. باز قیمت از یک ذره نسبت به دیگه ارزان آمد. در حدود 3000 2500 افغانی میه چون از لاجورد هم از خود وطن است و کارخانه که میسازم در خود وطن است یک ذره ارزان تر میه. بسیار عالی. عزیزان بیننده باشین در مورد انگشترهای که ساخت تایلند ترکیه هم است صحبت می داشته باشیم. ما را همراهی کنید. خب عزیزان در این بخش برنامه براتون از انگشترهایی که ساخت ترکیه و تایلند است معرفی می داشته باشیم و معلومات میتیم. فکر کنم همیشه که سیاهی دار هستن ترکی هستن. بله سیاهی دار است ترکی است و سفید کار است تایلند. تایلند است. بسیار خوب. درباره نگینای از یا بر ما بگین یا فیروزه است یا نه؟ بله فیروزه است. فیروزه اورجینال اصلی نیست. اصلی نیست. نه فیروزه اصلی است هم تا ماشین کار شده با دیزاین فیروزه مثلا با دیزاین نیمین الماس رقم کار شده خود نمیشه که الماس واقعی باشه هم با مو دیزاین جور شده. با مو دیزاین الماس روسی بله که میگن. بله بسیار خوب. اینا دیزاین‌های بسیار مختلف هم دارن. نام هم داره دیزاین‌های از یا نه؟ پیش خودتان حتما یک نام دارین. پیش خود ما در دیزاین ترکی میگن با نظر به مشتری یکم شوق مشتری کدامش خوش میکنه یعنی انواع و اقسام دیزاین‌ها رو بخواین مثلا است. بسیار خوب. اینا بس قیمتاشون یا وزن میشه. وزن میشه. و کلش تمامش وزن میشه. بسیار خوب. از چند تا چند شروع است وزنای از و از حدود 8 گرم 9 گرم تا 15 الی 18 گرم هم هست انگشتر. بسیار خوب. مثلا این شاید چند باشه؟ این شاید یک 13 گرم باشه. چقدر میشه قیمتش؟ 13 گرم اگر ضرب تو کنیم چیزی کم 220 دونیم 3000. 3000. چیزی کم. بسیار خوب بسیار عالی. دوستو انگشترهای نقره اصلی 925 با نگینای مختلف که البته نگینایشون تمامش دیگه لابراتواری است. بله. ببینید دوستو چون زیادتر دیزاین‌های ازی هست از درامای ترکی گرفته شده. بله. درامای ترکی هم دیزاین‌ها را از یافت می‌کنن سابقه است. سریال عثمان بله از اموز زیاد اکثریت 80% از امو انگشتر از اموز. دقیقاً. طراحی شده. اما قبلا هم گفتم دیزاین‌های ترکی بیشتر هم سلطنتی شاهی می باشه. انگشترهای مردانیش هم دوستان مو رقم است. این هم شکل عقیقه داره. بله شکل عقیقه داره خب من تا ترکی است عقیقه دوم از بسا. عقیقه دوم است بسیار خوب. بله دوستان دیگه می‌بینین تمامش دیزاین‌های مختلف رنگ‌های مختلف داره. البته اینایی که سیاهی داره ترکی است و یایی که مکمل سفید است به رنگ خود نقره اینا تایلندی است. بله. بسیار خوب. کدامشون باز قیمتشون کمه که اجوری کارش بالاست؟ در اون اجوریش هر دوش یکی است فقط به ذوق مشتری است. 925 مارک ترکی هم داره و تایلندی هم. اما شوق مشتری است. بعضی مشتری ها خوش دارن سیاهی داره بعضی هم سفید خوش دارن باز قیمتاشون یک چیز است. بله هم کل فیگرام هم چیز است. چیز افغانی. بسیار عالی. خب میشه یک چند انگشترهای زنانان برای بیننده معرفی کنیم. اول از انگشترهایی که ساخت وطن باشه اگر شما معرفی کنیم. چرا نمیکشیم؟ و همچنان
در اول خیر تایلندی و ترکیش میکشیم. حتما. بسیار خوب. این انگشترک هاست که دیزاینک های نو است. بسیار عالی. انگشترهای نقره دوستای عزیز، خانم‌ها زیاد دوست دارن چون نقره هم در خانه پوشیده میشه هم در بیرون پوشیده میشه. بله. طلا یک ذره بازگشتاندنش مشکل است. شرایط یک ذره باز نقره خوب است. بله بله. دیزاین های مختلف داره دوستا، نگین های مختلف و رنگ های مختلف. و اینا وزنشون از چند تا چند شروع میشه؟ از 4 گرم تا 15 گرم است. زیادتر وزنای زنی ما کم می باشه چون ظریف کار میشه. بله. و آخرترینشون شاید اینمی باشه. بله آخرترین شاید یک 3 گرم 2 گرم باشه، چند پیسی هم نمیشه. خب مردم شاید امو 600 700 بله. بسیار. اینا دیگه باز محفلی است. بله ای وزنش هم یک ذره بیشتره، شاید 13 گرم به. در نقره می نگینایی که می باشه یا یک ذره وزنش زیاد میکنه او حساب میشه باز در وقت پس فروشن. و در عموم قسم سیستم طلاست. طلا هم که بخرین 20 کات میشه و یا هم قسم است. همون چیز است. بله 20% کات میشه. نقره بیچاره از 20% کات چرا دیگه چی میمونه؟ خود بعضی سیتاس خود انگشتر یا وزنش کم است و رنگ که باشه میشه وزن دار. و اگر به مرور زمان باشه یعنی در وقتای سابق خریده باشن مطمئن نال فایده میکنه. بله و ایستا ایستا نظر به خبرها را که میبینی و نرخ‌های جهانی را امکان داره فیصدی نقره بالا بره. احتمالش میره تا چند شوه یک گرم؟ حالا اگر نظر به طلا کنیم مثلا طلا در حدود 20-25 سال پیش گرم 3900 افغانی بود. بله. حالا گرم 8000 7500 شده. ایران تخمین دیم در شاید 10 سال بعد بعدی گرم 500 600 برسه. گرم 500 600. بله. بسیار عالی. دوستای عزیز ایام از انگشترهای زنانه دیزاین‌های مختلف است دیگه. اینا هم نظر به وزن هستن، قیمتاشون که هر قدر وزنشون بود نظر به مو قیمتشان هم می باشه. بیننده باشین براتون در دیزاین‌های وطنی هم معرفی میکنیم، ما رو همراهی کنیم. خب میلاد جان درباره انگشترهای وطنی صحبت کردیم که فکر کنم امی انگشترهای تایلندی و ترکی نگینش تغییر میکنه. بله کس خواسته باشه مثلا فیروزه است، فیروزهای وطنی بندازندش و لاجورد یا حقیق یا میشدش کار شوه اکاکاس جور میکنن در حساب انگشتر. در دیزاین رکابش خب مشکل ایجاد نمیشه؟ نه مشکل ایجاد نمیشه. چیزی که بیای خوبش نسبتا بسیار خوب. باز وقت نگینش تبدیل کنه قیمتش به وزن می باشه یا نه دیگه؟ خب یا یک چیز نداره وقتی که مثلا کسی که جور میکنه در وقت نمیفروشه چون قیمتش بالا میره. یک چیز شوق از شوق خود کس پس بازم باز کس خاص بفروشه. و اگر شما خودتون جور کنین مثلا اگر در اینمی انگشتر زمرد نگینش استفاده شود قیمتش چند میشه؟ خلاصه زمرد نظر به کریتش است. مثلا در انگشتر اگر 2 کریت 3 کریت به گپش در 300 400 دلار میشه. نظر به زمرد پنجشیر باشه زمرد پنجشیر مالایش. بسیار عالی. بله دوستا یا از انگشترهای زنانه که براتون معرفی کردیم. همچنان در این قسمت دستبنداست میشه که بر ما یک چند دانه بکشین میلاد جان درباره دستبند هم یک صحبت داشته باشیم برای هموطنای ما. این دستبنداست بسیار عالی. این ساخت وطن از دستبندا در خود کارخانه خود افغانستان جور میشه. لاجورد است. بله لاجورد است و این دستبندا دیگه است یا تایلندی است ترکی است میایه. این ایشان به حساب پیشتر سی چکن شام دادیم شیر شکر است. بله بله. به حساب رنگ او کش طلا شده. بعضا زیادتر خوش میکنه مشتریای ما. اینا دیگه نقرای طلا نما هستن. بله. بسیار عالی. دیزاین های مردان هم دارین؟ بله داریم انواع و اقسامش هست. دوستان ببینید. این دیزاین های مردان است که حقیق است دستبند و این دیگه دانه زیادتر که مد شده دستبند های مردانه هم رای زنجیرهایش میپوشن. زنجیر دستبند با استیلای بچه ها دستبند سلمان خان. بله فیروزهش هم هستن. بله باشه بله. ایام از دستبندهای مردان عزیزا و ایام زنجیر عادی که دستبند میپوشن. دستبند میپوشن. بسیار خوب. درباره از این دستبند میخوایم یکم صحبت کنیم چون ساخت وطن هم است و نگینش هم لاجورد است. اینا وزن میشه یا عددی؟ نه عددی فروخته میشه. اینا لاجورد وطنی و نقرام خودش ساخت وطن است. در کارخانه خود وطن جور شده و قیمت هم نداره. 1200 افغانی 300 افغانی میه. 1200 افغانی. بله نسبت از تایلندی و که دیگه ارزان میه چون خود وطن تولید خود وطن است سرش اجوره و یا کمتر می باشه. بسیار خوب. یعنی مکمل همین دستبند با این نگینای بزرگی که داره 1200 افغانی. بله
ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی است. کسایی که لاجورد دوست دارن، چون از جمله سنگای نیمه قیمتی بله. است و بسیار قیمت مناسب. باز اگه نمی دستبند همین اینا در گردن بند کار شود او هم به می قیمت می نه باشه. یک ذره باز قیمت به خاطر این خب یک دستبند است، یک سیستم مکملش باشه باز کمک قیمتش بالا میره، اما کار میشه و مشتری نسبتا کوشش میکنیم ما که ارزان تر شود. بسیار عالی بسیار عالی. بله عزیزایم از دستبندا بود که براتون معرفی کردیم. بیننده باشید. وطندارای خوب نازنین، سپاس از شما که بیننده برنامه بودین و در این برنامه خواستیم تا از بالا رفتن نرخ نقره و دیزاین‌های جدید براتون معلومات بدیم و تشکر میکنم از خودت میلاد جان که ما را همراهی کردی در برنامه و میشه که برای دوستای ما آدرستان هم بگید. تشکر میکنم از شما، خوش آمدین. آدرس ما گلبار سنتر، دکان B11 B12 المرمر جواهرات، در خدمت مشتری عزیز می باشم. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. زنده باشید. وطندارای خوب نازنینم، بازم سپاس از شما که ما را همراهی کردین و بیننده برنامه بودین. مثل همیشه تلاش خود را کردیم تا یک برنامه مفید تقدیمتان کنیم. بعد از بالا رفتن نرخ طلا امروز شاهد بلند رفتن نرخ نقره همچنان بودیم. انشالله که سوالاتی که در ذهنتان بوده حل شده باشه. منتظر پیشنهادات، انتقادات و کامنت ها و نظریات نیکتان هستم. این بود برنامه‌ای که امروز تقدیمتان کردم. تا برنامه بعد، بدرود.